دور بزنید. این بلوار عبدالرضا لالی حکیمیه. به مقصد رسیدید. ببین کره، پنیر، حلوا، ژامبون، انواع سبزیجات و سالاد هم دارن. نیمرو، سیب زمینی، تخم بندری، نرگسی میگم. اینم لوبیا عدسی. اینم کیک و شیر و بیسکویت. 3 مدل مربا دارن و عسل. 2 مدل نوشیدنی هم دارن. اینم سینی صبونه من که ببینید چیا برداشتن. پشت من میبینید یه صبونه سلف سرویس رو براتون پیدا کردم. فقط 199 تومن میدید، 200 تومن هم نه. هر چی دلتون میخواد برمیدارید. انواع و اقسام نوشیدنی های سرد روگن مثل چای، 2 مدل نوشیدنی سرد، کره، پنیر، حلوا، 3 مدل مربا، عسل، بیسکویت، شیر، کیک، ژامبون، سبزی، سالاد، عدسی و لوبیا و تخم مرغ آبپز و سیب زمینی و املت و بندری و نیمرو هم دارن که نیمروشون بی‌نظیر بود و مالیات هم نداره. اینجا که از ساعت 7 صبح هستن تا 12 برای صبحونه به خیابون حکیمیه، روبروی پمپ بنزین حکیمیه، خیابون عبدالرضا لالی، نه عبدالرضا. فضای نشستن هم خیلی داشتن و جا پارکشون هم زیاد.